بچه چطورین؟ من اومدم بچه دوتا کیمدی آنباکس کنم از پک 2025 و بالاخره بچه 2026 هم رسید. اینجا ببینید اولین پک 2026 هم. خب ببینید کدوماش بهتره دیگه. اونایی که طرفدار 2026 لایک کنن و اونایی که طرفدار 2025 کامنت بذارن. بچه اول میریم سراغ پک 2025. بازیکن اینتر کیه؟ بله این کارت در اومد از بازیکن اینتر و برچسب رویال ادن هازارد. پک اول اینا رو هم که هیچی بریم سراغ پک دوم، یعنی پک 2026. خب ببینیم چی در میاد. این که هیچی. اینجا بازیکن، یه بازیکن، اولین بازیکن، دو بازیکن بچه رویال در اومد و کارت رونالدینیو بچه رونالدینیو. اینجا رو برچسباش هم میبینی، اینجا برچسباش بچه ببینید رونالدینیو در اومد و یه رویالو اینم که نمیدونم کیه، اینم از برچسباش. بچه اگر یه پک دیگه میخواستید دوباره آنباکس کنم از 2025 و 2026 حتما این ویدیو رو لایک کنید. فعلا بچه